منم 3 ماه پیش، این منه الانم. فقط با 3 روش تونستم جوشای بدنم رو کلا از بین ببرم. سلام بچه ها، به ویدیو یوتیوب من خیلی خوش اومدید. امروز میخوام تو 3 روش جوشاتون رو از بین ببریم، فقط با 2 محصول و با نکات طلایی که بهتون میگم. نمیخوام اغراق کنم یا یه محصولی رو خیلی الکی براتون تعریف کنم. فقط میخوام براتون بگم که چه محصولایی برای بدن من جواب داد و جوشامو از بین برد. جوشای من هورمونی بودن و اصلا از بین نمیرفتن، با این حال که خیلی دکتر رفتم، خیلی نسخه ها دارو خوردم، خیلی کارهای عجیب غریبی که اصلا نمیتونید فکرشون بکنید، کلی دستگاه امتحان کردم، اصلا جوشام نرفت. ولی من با این 2 محصول جوشای بدنم از بین بردم. البته اینم بگم که این 2 محصول رو یه خانم دکتری برای من معرفی کردم و من استفاده کردم. تو 3 ماه برای بدنم جواب داد و الان دیگه هیچ جوشی نمیزنه بدنم. در مرحله اول شوینده‌مو عوض کردم، چون من به این معتقد بودم که شوینده هر چقدر قوی تر باشه جوشای من از بین میره. نه، این یه باور کاملا اشتباهیه. من رفتم یه شوینده خیلی ملایم تر گرفتم، شوینده آردن سوما رو گرفتم که واقعا خیلی فوق العاده است، بافت ملایمی داره و خیلی خوب جواب میده روی پوستتون. به هر پوستی هم مناسبه، اصلا فرقی نمیکنه که جوشهای شما از به چه دلیلی توی بدنتون در اومده، این کاملا جواب میده به بدنتون. این شوینده رو روزی 2 بار استفاده میکنید، یکی صبح یکی شب، یعنی 2 بار تو روز باید دوش بگیرید با این تا اون باکتریایی که روی پوستتون جمع شده اونا رو از بین ببره و جوشاتون رو کمتر کنه. محصول بعدی که استفاده کردم محصول ضد جوش آردن سوما بود که برای بدن هستش که جوش ها رو از بین میبره و جای جوشاتون هم روشن‌تر میکنه. البته اینم بگم من کلی محصول ضد جوش استفاده کردم ولی از هیچ کدومشون جواب نگرفتم. البته اینم براتون بگم این ضد جوشی که به شما معرفی کردم روزی 1 بار فقط باید استفاده کنید و چند تا نکته طلایی هم قراره بهتون بگم. اینه که ملافه و رو تختیتون و رو بالشیتون رو ببخش اشتباه کردم، اینا رو باید هفته 2 بار عوض کنید تا اون باکتریایی که از بدنتون به اونا منتقل شدن دوباره به بدن شما نیان. این خیلی نکته مهمیه، هم در مورد پوست و هم در مورد بدن. اصلا فرقی نداره که تو کدوم ناحیه بدنتون جوش دارید، کمر باشه، کشاله رام باشه، نمیدونم این شونه هاتون باشه، هر جا باشه اینا خیلی جوابگو هستش. من با این 2 تا محصول واقعا خیلی 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 نتیجه مثبتی گرفتم و خیلی میخواستم که بیام اینا براتون توضیح بدم، چون این یه مشکلی که خیلی از مردم دارن و خیلی معذب میشن از این مشکل. بعضی دخترها هستن که روی شونه هاشون مثل من روی شونه هام جوش داشتم، روی شونه هاشون هستش جوشاشون و نمیتونن حتی لباس مجلسی بپوشن، خیلی معذب میشن. من خواستم که بیام جلوی این دوربین برای شما توضیح بدم. امیدوارم که شما هم یه نتیجه خیلی خوبی بگیرید و جوشاتون خیلی 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 عالی باشه. مرحله سوم مرحله‌ایه که شما وقتی شوینده‌تون رو استفاده میکنید و ضد جوشتون رو استفاده میکنید، چون این 2 تا جوشاتون رو خشک میکنن باعث میشه که پوستتون خیلی خشک بشه. برای همین مرحله سوم یه آبرسانی انتخاب میکنم که این خیلی هم اقتصادی قیمتش و خیلی هم عالیه برای پوست، خیلی خیلی بوی خوبی هم داره، واقعا خیلی خوبه. این هم حجم داره، اینو باید استفاده کنید تا پوستتون خیلی خشک نشه، چون اگه خشک بشه باعث میشه که اگزمای پوستی هم بیارید. برای اینکه از این نوع بیماری‌های پوستی جلوگیری بشه حتما باید آبرسان استفاده کنید. البته مقدار خیلی کمی استفاده کنید، چون که زیادش باعث میشه که چربیتون رو بیشتر کنه و دوباره جوش بزنید. خیلی خیلی دوستتون دارم، ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید و ویدیوهای بعدی قول میدم که یه ویدیوهای خیلی ترند خیلی خوبی باشه. البته امروز خواهرم پیشم نبود، یک اصالتی داشت، به خاطر همین خیلی دلتنگشم و تو ویدیوی بعدی حتما پیش شما میاد. کانال ما رو سابسکرایب کنین، لایک کامنت هم برامون بذارین که ویدیوهای بعدی چی باشه. خیلی دوستتون دارم، ممنون از همراهیتون.